سلام برای بچه، چطورید؟ من مسیح پیسی هستم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. آقا این دفعه دوتا اوورلی براتون آوردیم که لینکش رو داخل دیسکریپشن گذاشتم و به خیلی راحت بتونیم برای قاب این ویدیوهاتون بذاریدش. همون کادر، مثلا اینجا یک کادر میاد موقع استریم، اونجوری خیلی خفنه. قرارش رو ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا اولین کاری که انجام میدید وارد گوگل میشید. قبل از اینکه وارد گوگل بشیم این دوتا اوورلی هست که میخوام بهتون نشون بدم که نمونه های از یک سایتی که کلی اوورلی رایگان داره که اینجا بدون اسم من خودم با فتوشاپ اینا رو گذاشتم، بدون اسم و بدون هیچ پس زمینه‌ای و بدون هیچ آرم تبلیغاتی براتون میاد. این یکیه، اینم یکیه. خب برای این کار وارد این گوگل میشید و سرچ میکنید WDFLA. لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم. WDFLA یه دونه عکس اینجوری داره، WDFLA.com. خب یه دونه آینات ربات میزنید وارد سایت میشه. نمیدونم واسه چی ربات، مگه ربات هم میخواد استریم میذاره. وقتی که میاد پایین کلی اوورلی و هم اینا از این بالایی داره. اینا اوورلیشن حالا زیادم، مثلا من اینو انتخاب میکنم. اینجا وقتی که میام پایین اوورلی های دیگه داره، مثلا من دوباره اینو میزنم، دوباره آینات ربات میخواد. میام پایین چیزی مختلفی هست. حالا ما میخوایم یکیشو دانلود کنیم. مثلا این، حالا میدونه خوشم اومده گیر آوردم، خیلی خیلی باحاله. خب مثلا ما میخوایم این رو دانلود کنیم. یه دونه این مثلا اینجوریه. الان دانلود میکنیم، میفهمیم بدون پس زمینه است. اینجا روی گزینه دانلود میزنیم و یه دونه فایل زیپ بهمون میده که ما خودمون استفاده کنیم از این. میتونید در برنامه‌های ادیتور مثلا اینشات، کپکات یا یوکاد یا هر چیز دیگه میتونید این رو بندازید که مثلا اگه میخواید استریم بزنید روی OBS تون هم باشه. خب این دانلود شد. برو. خب ما وارد میشیم. اینجا یه دونه ویدیو داره، یه دونه عکس که من هر کاری میکنم یه دونه ویدیو هم برای من اصلا باز نشد. یعنی این دفعه میاره، اینم نمیاد. خب عکسش رو ببینیم. خب عکس اینجور مدلی هستش، خیلی ایزی که اینجا میتونید اسمو بنویسید، اینجا میتونید مثلا دونیتو بذارید، اینجا فالو. خب این الان میگه چجوری توی داخل OBS بندازید. خب ما اینجا OBS رو اینجا داریم که همینطور داره رکورد میکنه. ما الان چون میکروفون سیستم کار نمیکنه اومدیم با گوشی جداگانه، با یه چیز جداگانه داریم با کپکات ادیت میکنیم. پس برای این کار دوربین اینجا نی. پس من دوربین اصلی اینجا نی، مال OBS نی. پس ما رو این به اضافه پایین میزنیم. وقتی که اینجا شما اینجوری ویدیو کپچر دیوایس رو وقتی بزنید دوربیناتون برمیاره. مثلا من الان آیدیو وبکم دارم، کم و استودیو دارم با این دوربین خود سیستم که هر کدوم که میخواید. خب من عکس، حالا مثلا ما یه عکسی داریم. من اینجا اینو بکنم. خب اینجا یه دونه ویدیو کپچر رو میذاریم. اینجا آیدیو وبکم، حالا هر چی که هست، هیچی باشه که صفحه‌ای باشه. خب این اوکی. ما اینو میخوایم بالاش یا هر جایی که میخوایم اون اوورلی رو بندازیم. برای اینکه ما اوورلی رو بندازیم میگیم اینجا دوباره به اضافه میذاریم این زده ایمیج. خب این اوکی میزنی روی بخش براوز، اینجا داخل دسکتاپتون اوورلی مثلا من یک انتخاب میکنم که این هستش قرمزه، یه اوکی میزنم. خب ما اینو میایم فیت این میکنیم. خب مثلا الان خیلی اوکی. مثلا من وقتی که میخوام موس رو گذاشتم روش جابجاش کنم با هم دیگه برم، مثلا اینو زدم یهو اینه این شد.
مثلا اینو بزنم یهو این نره اون یکی هم باش بیاد که کار راحت تر میکنه و برای همه اوورلی ها. خب شما یه دونه به اضافه دوباره میزنید، یه دونه گراف درست میکنید، همون پوشه. خب اول ما ایمیج رو میندازیم تو پوشه، بعد ویدیو کپچر. نه اشتباه شد، اول ویدیو کپچر بعد اگر اشتباه شد میتونید مثلا ایمیج رو بیاریم بندازین روی کپچر یا کپچر رو بندازین روی ایمیج تا این دوتا مثل حالا هر چی که هست با هم دیگه نه بیفتن رو هم. مثلا این ویدیو کپچر نیفته رو اوورلی بیفته رو ویدیو کپچر. و وقتی که ما این رو زدیم تکونش بدیم با هم دیگه تکون میخورن و ما راحت میتونیم استریم یا همون ویدیوی عالی خودمون رو هم اینجا ببینیم. اگه میخوایدم اینجا اسمتون رو با استایل یا همین دونیت و فالو می داشته باشه حتما توی کامنت ها بگید، اسم خودتون رو بدین که اسم مثلا اون کانالتون رو بدین، عکسی هم که میخواید چجوری بگم یا آیدی روبیکا میذارم داخل دیسکریپشن، اونجا بیاید اگه میخواید مثلا اینجا اسمتون رو بزنید، استایل داشته باشه اسمتون رو بزنید، یه دونه آیدی روبیکا میذارم توی دیسکریپشن، بیاید اونجا بهش پیام بدین، اوورلیتون رو بر من بفرستیم، اسمتون چی باشه، رنگ اسمتون چی باشه، دونیت و فالو می هم رنگشون چی باشه، یا اصلا دونیت و فالو می نباشه، مثلا لایک فالو باشه، حالا هرچی. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای دیگه. بردود.